تا حالا هرچی کیک مرغ درست کردی و کلا بذار کنار. بهت قول میدم این کیک مرغ بهترین و خوشمزه ترین کیک مرغی باشه که تا حالا امتحان کردی. حتما به عنوان پیش غذا برای مهمونیات درستش کن که همه دستورش رو ازت میخوان. پس حتما سیوش کن. تو مرحله اول سینه مرغ پخته شدمون رو برش میزنیم و ریشیشش میکنیم. بعدش به مرغمون پیازچه، جعفری، خیارشور، گردوی خرد شده، ماست پرچرب، پنیر خامه‌ای و مایونز همراه با نمک و فلفل اضافه میکنیم و خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. برای اینکه کیک مرغتون خوشمزه تر و سبکتر باشه از نون تست جو استفاده کنید که کناره های نونتون رو با چاقو برش بزنید و بذارید کنار. من برای اینکه کیکم منسجم باشه و صاف در بیاد از رینگ استفاده کردم، ولی بدون رینگم میتونید درستش کنید. کف ظرف مورد نظرتون کمی مایونز بزنید، بعد نوناتون رو بچینید و روی نوناتون هم کمی مایونز بزنید و از موادتون بریزید و یک دستش کنید و بعد دوباره نون بذارید و این کارو 3 بار باید تکرار کنید. لایه آخرم به همین شکل روی مواد از نوناتون بذارید و کیکتون رو از قالب در بیارید. برای روی کیکم میتونید از مخلوط ماست و سس مایونز و کمی پنیر خامه‌ای استفاده کنید و با هر چیزی که دوست داشتید تزیینش کنید. مثل همیشه تمام نکات و اندازه دقیق موادم تو کپشن براتون نوشتم. حتما امتحانش کنید. نوش جونتون.